بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهانداری جان آفرین، حکیمی سخن اندر زبان آفرین. حمد و سپاس مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. و بسم الله خدایا تیز کن تیغ زبانم را، بر رحمان و رحیمت نصرت قرین گردان بیانم را. هیچ نام خوشتر در جهان به بسم الله نیست، زان که بخشنده عصیان به جز الله نیست. بسم الله را به جان و دل تحقیق دان، هر کی بسم الله گوید در جهیمش جای نیست. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، خاندان محترم. ما شما را به مناسبت فرارسی توی سنت رسول صلی الله علیه و سلم، اینم دو توی بوده است، یکی ختنه نکاح و یکی توی انشاءالله عروسی، یعنی داماد عروس یک جای شدن. البته ما این خاندان مبارک به این مناسبت تبریک و مبارکباد میگیم. الله سبحانه و تعالی اولا به این دو نوجوان محبت پیدا نماید، محبتی آدم و حوایی، محبتی یوسف و زلیخایی، محبتی محمدی مصطفی و خدیجه کبرایی و محبتی علی مرتضایی و فاطمه زهرایی و در آینده فرزندهای صالح و صالحه از خزائن غیب خودش الله سبحانه و تعالی الها کرامت نماید. و این کودکم خداوند خودت عمری دراز، رزق فراغ، تنی صحت، خاطر جمع در آینده، عالمان و قاریان با عمل، یا که از متخصصان خوب شده در این خاندان، در این جامعه، در این وطن خدمت کردنشون الله سبحانه و تعالی الها نصیب بداری. و چنین روزی خرسندی و شادی را به کل خاندانی که در اینجا اشتراک دارند الها نصیب بداری. و آرزوهایی که دارین عزیزان من، خواه دینی است و خواه دنیاوی، الله به فضل و کرمش الها برآورده خیر بگرداند. یک چند سخن درباره داماد و عروس و یک چند سخن درباره تربیت فرزند میکنیم. وقتی که انشاءالله وقت شود اشاره کنیم، انشاءالله صحبت به آخر میرسانیم. فقط آدمایی که خدمت میکنن انشاءالله خاموش آرامانه انشاءالله خدا قد گپ زنید، چون که در اکثر ما در یوتیوب این چیزا را میپرتاییم. اکثر مردم ها شکایت دارن که داملا جان التماس فقط گپای بلند برمده است، یک پس خاموشینن بهتر است. گفتگی چیزا بسیار شکایت شده است برایم نزدان من. یک پسک هیچ گپ نیست خدا خواهد، یک 40 مینوت هیچ کس خدا خواهد از گپ نمیموند یا که گپ ادا نمی شود. فقط التماس انشاءالله خدا خواهد همین ترتیب انتظام رعایت کنیم. بار میکنیم در شهرها صحبت میکنیم، انسان خودی صحبت کنندم راحت میکند از شنیدنی انشاءالله قوم و جمعیت اودیتوریا انشاءالله طلب کردنش کتی چقدر گفتن می آید. اودیتوریا که بیزیب شد همه داملان بیزیب میشد، بعد سکه بعد خاموش میشد، میگفتهش هم گم میکند. برای این انشاءالله عزیزانی من خدا خواهد این صحبت ها گاه گاه میشود، این صحبت ها غنیمت است انشاءالله خدا خواهد. در بلکه در دیارهای شما در ماها در سالها این صحبت ها میشود، نه که از این همه ما بهره بریم، فایده بریم در حیات ما انشاءالله اجرا کنیم، خدا خواهد خوب میشود. من برای شما یک چند زنهای بهشتی، 5 خصلتی که در زن وجود داشته باشد عزیزان من انشاءالله او زن بهشتی است. من در این باره خدا خواهد صحبت میکنم. اولا خدا خواهد همین عروس همه از تحت دل دعا کنیم عروسی خوب شود انشاءالله، عروسی با یعنی پرفیض با انشاءالله قدم شود. بزرگان چنانه که دعا میکنن که پروردگارا همین عروسی من، همین سنت از داماد میگن بین نزد عروس درآید و دستش در پیشانیش مونده همین دعا را کند پروردگارا همین زنی من زنی با تقوا کن، اولا نماز خوننده کن، عبادت کننده کن، زنی با دیانت کن، زنی که خدمت پدر و مادر مکنه، زنی که خدمت یعنی مادر مکنه، زنی که دائم اطاعت من کنه.
و پروردگارا دعا کنن که پروردگارا این زنی من یعنی به حجاب، به عبادت، به تقوا، یعنی زنی یک رو، زنی سرگردان نگردان، من دایم انشاءالله یعنی همسر من همسری خوب کن. گفتگی انشاءالله دعاها را باید که انشاءالله داماد بکنه، چون که هممون به یک آرزو، به یک نیت انشاءالله چی میگیریم؟ زن میگیریم که خدمت کند، یا که اهل خاندان پدر و مادر عروس میارد که چی کند؟ همین عروس باید انشاءالله خدمت همین خاندان، خدمت انشاءالله همین یعنی اهل خاندان جامعه را کند. عزیزان من، یعنی 5 خصلت زنی بهشتی پیامبر اسلام میگن که ایو امراتین، کدام زنی که صلت خمسها، اگر 5 وقت نمازش بخونه. یک زنی بهشتی همین بود است که عزیزانی من خصلت یکمش 5 وقت نماز انشاءالله خدا خواهد در وقتش اجرا کند. عزیزانی من این 5 وقت نماز همه ما و شما جامعه اند فرض است. این قرض الهی است. ما و شما از یک آدم قرض میگیریم تا او قرض دادن خوابونو میبرد، طوری هست؟ خوابونو میبرد، به سلام جون میشیم، حرکت میکنیم. همچنان این قرض الهی است در بالای چی؟ بنده ها. حقی میگه بنده به سوی خدا چیست؟ حقی بنده به سوی خدا اطاعت کردن به الله سبحانه و تعالی، ایمان آوردن و 5 وقت نماز خوندن، روزه گرفتن، زکات و حج عزیزان من بجا آوردن. حقی عبد به سوی خدا است. همین حق باید که انشاءالله کدام زنی که 5 وقت نماز بخوند انشاءالله خداوند، حجاب اسلامی داشته باشد، قرآن خوان باشد، همان زن انشاءالله مثل وعده پیغمبر جنتی است. دویم کی بوده است؟ و صامت شهرها، اگر 1 ماه روزه ماه شریف رمضان همین زن دارد. در 1 سال 1 بار سنجش است عزیزانی من. این سنجش در 1 سال 11 ماه بخور. 11 ماه روزهاش روزهای اختیاری است عزیزانی من. دوشنبه پنجشنبه سنت پیغمبر باشد، اکثر روزهای نفلی است و اختیار در شما. نیکن 1 ماه مجبور هستیم که ما چی؟ 1 ماه روزه ماه شریف رمضان عزیزان من بداریم، چون که این فرمان خدا است. خدا ما شما را در 1 سال 1 ماه می سنجد. سنجش الهی کنی من 11 ماه میگه رزق دادم، زدی خوردی مزه کردی، اگه کنی 1 ماه کنی طاقت میکنی نه؟ هوا هم با چی هست؟ 1 عبید نمیکنی خلاص. باور میکنی 1 عبید نمیکنی. و سهری 1 تاغره آش میخوریم، بگاهی 2 تاغره آش میخوریم با کلونگاری. روزه گرفتم مردم. 1 عبید نمیکنی خدا خواهد. آخه همین دم فرمان خدا بجا نیاری. میگه زنی که میگه 1 ماه روزه ایم وای جنتی هست. این نبینه نزانی من. و اطاعت زوجها، کدام زنی که اطاعت شوهر شکند. عزیزانی من زنها آگاه باشین، حق الله بالای زن حق شوهرش است. عزیزانی من کسی که انشاءالله زنی که شوهرش راضی است وای جنتی است. رضای زوج میگه فی رضای الله، راضگی شوهر در راضگی خدا است. و غضب الزوج فی غضب الله، غضب یعنی خدا در غضب شوهر است. بالای زنها عزیزانی من بهترین حق واجب است که زن خدمت شوهرش به جا بیارد. دیگر حدیث میگه پیغمبر اسلام رضا الله فی رضای زوج، یعنی راضگی خدا در راضگی شوهر است. و غضب الله فی غضب الزوج، غضب خدا در غضب شوهر است. عزیزانی من همین زنها را جنتش شوهرش است. اگر انشاءالله خدا خواهد شوهرش از زن راضی باشد، پیغمبر میگه ایو امراتین ماتت و زوجها راضین دخل الجنه. حدیثی صحیح است. کدام میگه زنی که وفات کند و شوهرش راضی باشد وای جنتی است انشاءالله خدا خواهد. جنت زیر پای چی است؟ شوهران است. از این خواهرانی عزیز، مادرانی محترم، شما کار کنی که شوهرات ناراضی نباشد انشاءالله خدا خواهد. ببینید 1 تشریف است اطاعت انشاءالله خدا خواهد. و یکی زنی چی؟ یعنی جنتی باز یعنی فرش میگد نگاه دارنده. زنی چی است؟ میگه جنتی است.
یعنی زنی که مردک باز نشود. عزیزانی من امروز سایدای اینترنتی میدرایی شوهر دارد با یک لبافنیک پیدا کرده است. بیچاره شوهرش در شهر روز خدمت همین خاندان همین بخورونم بپوشونم تا چندین شکایت ها چندین جنجال ها ما اشتراک میکنیم. بیچاره وای در اینجا چیکار میکنه چی کارا کتی وابسته. این تلفنی بدبخت گاه خوب شد گاه رسوا شد. این نزانی من میگه اگر خودش نگه دارد مردک باز نشود بدینا دست نزند وای چی است او زن انشاءالله خدا خد جنتی است. زنی خواهری عزیز الله تعالی خدا خد نازک کرده است. الله تعالی همچی میگه یک گل کرده است. نیکی پش برده نکه خطه در بین جامعه به قدر و قیمت نکه. یک لحظه خرسندی گفته یک عمر شرمندگی را نبردار. خواهری عزیز مادری جان صدای من میشنوی تو را الله خدا خواهد امانت آفرید. از قارقه چپی آدم بینین این قارقه چپی آدم از بالای همین سینه آدم قبرقه نازک میشده است. همین نازک کشیدو خدا کن گفت شو گفت فیکون زر شد. آدم وقتی که از خوابش بیدار شد که یک زنی زیبا بسیار قامت و جوستش هم مثل آدم بود دید گفت که این خداوندا گفت بکی برای کی آفریدیش؟ گفت برای کسی که همین امانت بگیره. من میگیرمش گفت همین امانت من در عهده میگیرم که من اینم میپام میخورونمش میپوشونمش نگاش میدارم بگردن گرفت خدا آدم ده حلالش کرد و به نکاح دادش. برای چی میگه خداوند بزرگا گفتن که از یعنی پاچک نآفرید آدم زنه چون که زن بسیار خوار نشود افتادیه. برای چی ایسر نآفرید گفتن بزرگان زنه که چون که تاری سری مردک با نبراید با خوجه نشود سری مرد. زن انشاءالله وزیر است عزیزان من. پریزیدنت خانه مرد است. چون که خدا قرآن میگه استعیذ بالله الرجال قوامون علی النساء. ما مردها را تربیت کننده آفریدیم بالای زنها عزیزان من. انشاءالله خدا خواهد. و یکی بهترین حق مردها شما یاد نبرارین که بهترین حق بالای شما حق پدر و مادرتون است. اعظم الحق حق بهترینش پدر و مادرتون حرمت کردن است. جنت شما هم دوزخ شما مردان پدر مادرت است. اگر پدر مادرت ناراضی کردی پدر و مادرت خدا خواهد خال کردی انشاءالله نماز خوان باشی نمازت قبول نیست. 50 مراتب حج برو هر روز کم بغلان خیر احسان کن همش دپل است. یاد نبرار چون که رضا الله فی رضا الوالدین. رازگی خدا در رازگی پدر و مادر است. و غضب الله فی غضب الوالدین. غضب خدا در غضب پدر و مادر است. الجنت تحت اقدام الامهات گفت پیغمبر جنت زیر پای چی است؟ پدر مادران است. بیا پدرک خدا خود حرمت کن. این گنرال شدی این پولدار شدی این مالدار شدی صاحب خانه و دولت شدی از چی شدی؟ از دعای هم بیچاریکا شدی. شب روز بیچاره 5 وقت نمازش نده دستکش بالای بچه یکم خاک اگیر از زر گرده خارش نکه آزارش نده حتی که غمش نبینم درد من در تیمه گفته بچه یکم نده. باور کس کو پدر حالی مادر حالی مهربان در دنیا نیست. این جورات همش اگر سطح مصیبت اومد 1 کیلومتر میگریزه. یگان جورات حتی گردت تکونه میتید. این جورا همش نیرنگش خلاص. پل داری مال داری زن داری دختر داری فرزند داری جوره است. دوستان 3 نوان عربیدانی مالی و جانی و زبانی. به مالی بال بده به جانی جان بده دوستانی زبانی را از در بران. اکثر زبانی است. من در سرم هزارها دوستا را گذروندم. دوستایی که از سرم گذروندم آخر گفتی تاجیکا خدا خواهد انشاءالله چی کارام کردن. من دوستا باور مکن به دوستت میگد کم اعتقاد در پوستت. لیکن پدر چی؟ لیکن مادر جان چی؟ انشاءالله خدا خواهد هرگیز. باور میکنین انشاءالله مادرها تا سحر خواب نیستن پدرها تا سحر خواب نیستن رهی فرزند انتظارن. یا نمی
رهی فرزند که زنت خواه ملال مدرویا اگر کار بره بیچاره پدرت 3 بار 4 بار اومده پتینکت دیده میلوه بچه یک اومده شنه میدره که زنت خواه و افشاس کنه مادره که بیچاره پدره که بیچاره تا خاطر دور مده جاگت نداره خاطرش جمع نیست. ایسا بسیار میگم بعضی شکایت دارن موسیفیدا عزیزانی من بسیاری آدم ها پناهی زنشنه چیز می آورده است. یک کمپیر روایت کرد میگه بچم تکسیس میزده تکسیس شافور میگه شب میگه من پیش خانم میگذرد زیری کشش سمبوسه و ششلیک بوی سمبوسه و ششلیک با من میزنه دلم گم میزند رفته با سویت کشته بزنش میخورد مرگ تو با این جوان که مادرک بیچاره خانم چیمکاش جودارک زده مثل که ایسان ما بچه کم از تکسیس بیایه و خاطرش جمع شد تو نامرد خونه در آو بد ششریخ خونه در آو سویت کشته ای بی ناموس حالی تو هم میشه خدا خواهد آنچه کردی با پدر بینی او را از پسر انشاءالله خدا خواهد این جهان کو هست فعلی ما ندا باز می آید سوی ما عکسی صدا این جهان کو هست بعد 10 سال 20 سال بچت کلام نشد این صداها را میگیری تو را میسیانم خدا خواهد در برجک خانه چشم ملترس ششلیکوش سمبوسه بزنش میگذراند گلاد گم زده مرده میره ایترم انشاءالله جزاش میگیری 4 کتابندم توراتنم انجیلنم زبورنم قرآنم کسی که پدر مادرش در همه دنیا ناراضی میکند البته جزاش میکشید است او جزایی که بعض زنا میکنی عرق میخوری دزدی میکنی فالبی میکنی قماربازی میکنی توبه نکنی جزاش خدا در قیامت میمونده است شرمنده نمیکنه از دمی دنیا نیکن کسی که پدر مادرش ناراضی آزار میکرد البته انشاءالله از بچه یکات میکشی چشمات اکشا خدا خواهد انشاءالله بیچاره ها مردن تا تو کلانت کردن انشاءالله اکه عقل داشتی اکه تو افتری تیز میشیدی اکه تو پول داشتی امروز پخند مخند میگوی ای مرد پدر تیوی ای مادرک تی مادر جان گو خدا خواهد پاچکه کاشم بره بوستاو که یک استاد میگه درس میگو پیش شاگرداش میگه استاد همیشه در خواب دیدیم که تمام ریشات مروریت تیلا شده است چی کار خدمت کردی؟ همین دیروز گفت خانه اومدم که مادرکم پاچکلیچ در روی زمین گشته است به همین ریشکان پاچکاش تازه کردم که دیدی که انشاءالله خدا خواهد درجه عالی رسه بایزید بستامی را بین در دنیا افتریتیت می شخص است دنیای اسلام ده بایزید بستامی همین بایزید بستامی از چی شد گفته سوال چه خانم گفتیان یک شب مادرش دعوت است که بچه جان تشنه هستم یک پیاله آب بیار خانه کافتیان آب نیست میگه بایزید میگه سنی دریا دویدم در سنی دریا دویدم رفتم میگه تا آب گرفته بیا مادرم خواب برده است در تارک سرش پیاله قبله استادم میگه ساعت 1-2 بود بیدار شد میگه نگاه کرد گفت بچه هم گفت خواب نرفتی نه گفت مادر جان تا اینکه شما بیدار شده با عذاب نکشی پیاله را خورد میگه یک دعا کرد بچم خداوند در همه دنیا عالمان بهترینت کند حضرت میگه از دعای مادر من افتریتیج کردم در چی دین و اسلام عزیز من دعاش بگی خدا خواهد انشاءالله پادشاه میشوی دعاش اگه پادشاه میشوی در همین ازبکستان شده کارا میگم با کودکا میگردم عزیز من بینین در ازبکستان انشاءالله یک مرد دائم خدمت میکرد از فرزندش و دعاش میکرد که دائم در پیش پادشاه ها گردی این در دوشنبه دیگه واقع است همون بچه میگه یک روز قاری ازبکستان آمده است برای زیارتی امام بخاری همین سابق پرزیدنت اسلام کریموف اینا را پیش کنوندن که قاری ها شما پیش روه همون جوان داد گفته است که این دعای مادرم بود که شاهات را پیش میکنن امروز پیش اسلام کریموف شد این حق است عزیزان من خدا خواهد چی دعا کند انشاءالله در این دنیا الله نشانت میدهد عزیزی من خدا خواهد انشاءالله من توی سنتی بود از فرزندکا دارد انشاءالله عزیزانی من همین فرزنده را که تربیهش زور کنیم تربیهش این فرزندم امانت است از جانب خدا
کسی امانت به خیانت میکند پیش الله نه جواب میده انشاءالله خداوند. چی است این امانت خیانت کردنش؟ اگر انشاءالله از کودکیش تربیتش نکنی، از کودکی انشاءالله خداوند نماز خونش کنین، از کودکی قرآن خونش کنین، از کودکی الله گوش کنین، او بچه خداوند انشاءالله در تاری سر شما گرفته میگردد. من امروز شکایت میکنند میگد بچه هم گفت من نمیکند، بچه هم حکارت میکند، بچه هم میزند. این بچه ها از اسلام دور هستند، از صحبت عالما دور هستند، نمیشینن در صحبت عالما یک دقیقه گوش کنن که انشاءالله چی خداوند تربیه فرزند است، چی خیلی چیزا را نمیشنون، برای نشنیدن این چیزا را میکنن. همین تربیه از گهواره است. همین که طلب العلمی من المهد الى اللحد، طلب کردن علم از گهواره تا لحد است. گر خواهی میگد در جهان شوی خوش روی، ز گهواره تا لحد دانش جوی. خواهی که میگد در این جهان افتریتیت نشوی، خواهی پرکرار شوی، خواهی اسمبی شوی، خواهی مفتی شوی، خواهی که حاکم شوی، خواهی خداوند وزیر شوی، از گهواره میگد علم سر کنه که انشاءالله خداوند. از گهواره جنبون انشاءالله خداوند. همین گهوارگی نه بچه یاد دارنگی، بچه موزیک هم میمونیش کن بیچاره در یک وای خواب یک موزیک موندگی آخر بچه میشود موزیکان میشود رتپید میشود. کلان شد انشاءالله خداوند امکان شد جمونده میگیرد، طریقه گشتر میگیرد. اگر از خردش گو الرب تو گو الله پیغمبر محمد یا کره یادش امروز دهم خونده تمام کرده کره نمیدونم. باور کن یتش این استود دولمده است. هم یک چیزی سید داد یعنیش بسن که همین یک تا آب بیار من 5 میمونم. بیچاره فرمول H2O ندونسته است. همین فرمول و این استود غلطی رسه همین H هم ده آب بیارم این ده خیلی میارم و در این آب میگنجد. نه ما بچه ها مخلاق از خوردش اگر جدول مندلیف یادش تکراخت انشاءالله، از خوردی کره و از خوردی انشاءالله خداوند چیزا را یادشته. این آب روی شما است انشاءالله. فرزندی نست باغی پدر، فرزندی بعد داغی پدر. همین افتریتیت نکند بچهت میکند، همین دخترکا میکند، از افتریتیت میفرارد همین بچه و دخترها میکند. گر حالی نخواهی فرزند را همیشه، حضرت جلالدین رومی میگن گر حالی نخواهی فرزند را همیشه، بیاموزش ای برادر قرآن و خط و پیشه. اگر خواهی که بچت افتریتیت میشه میگن از خودش قرآن خونش کن، از خودش نویستن یادشه، از خودش کسب و کار یادشه. روز پیشه کار افتاد، بیشه نداند منتظر از کلند و بیل و تیشه. اگر گفتیان همین یعنی خواندن نتونست، یعنی کسب و کاری که نتونست خواندن میگد، بعد میگد منتظر بیل و کلند و تیشه. اگر بیل و کلند و تیشه نداند، گاو خرچراند در دشت و بیشه. بعد بیچاره یک خر یا گاو در دشتکا عذاب کشیده میگرده بیچاره، نه لباس خوب میپوشه، نه یک شهری خوب میبیند. برای این بچه ها خواهی که افتریتیت میشود علم یادشته انشاءالله خداوند. چون که خداوند سبحانه و تعالی محمد هم یکم چی گفت؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. ای محمد گفت بخوان، بدان نگفتش. فرمان اولینی الله برای محمد چی بود؟ اقرأ بود، بخوان گفت بچه خوان گفت، دان نگفت، فهم نگفت. دیمک اسلام دم خواندن چی است؟ درجه عالی است. من از سوخی ما شما چقدر درگیم که پیشی جنابی عالی کار میکند همون با یک فخر میگیم تو نمی بچه فلانچی خداوند وزیر است، بچه فلانچی ویاست در گیم که پرکرار است ویاست، همون با فخر گم میزنیم. چون که این دیار میبرداشتگی علم است. این بد اخلاق هیچ کس نمیشناسد. در میگد هنگام برناگی و کودگی بی توانش دانش آموزش. در کودکیش که میگد این در جوانی باید نمیشه عزیزانی من، در همین کودکی همین درختم بینن که مثال درختم بینه، همین درختم در کودکی شکل میگیرد. من این روز ما شما شهرها میریم هر گونه توتاره میبینیم، حواس میکنیم که چخل کلا شد. هوای در چی شد؟ در کودکی شد. اگر کلون شد بعد او کش شاخش میشکند،
ما هم شما هم در کودکی بچه ها و دخترها را سخت بستیم انشاءالله خدا خواهد تربیهش زور کنیم اگه قبالای تلفن خواه نریم امروز زنک هم تلفن باز خدا خواهد مردک هم تلفن بابای هم باشد در هم خونه تلفن باز است بابای هم خدا خواهد انشاءالله تیک تاک یک باشیشته در همین جامعه خانش یک کنفرنس علمی نمیکند نمیگه که بچه هم جمع کنه یک بشینه کنی من نصیحت تو کنم یک سرگذشت حیات ما بگم من تا چی روز به این روزه رسیدم چی دفتری تیز است چی انشاءالله به ناموسی است چی به آری است نمیگد یا میگد میخواه خد انشاءالله باور که نصیحت گم شد از نصیحت گم شدنش امروز چی اندازه ها من امروز رسیده چی امروز دخترها به ترتیب چی امروز بچه ها به ترتیب باور میکنین دخترها در کوچه حقارت دارد ما ناموس میکنیم باور که مردکواری نه حقارت دارد مسلمان است فرزند دختری من است بچه ای من است انشاءالله عزیزانی من وقتی که من سوال جواب میکنم که در خانه تو همین خیلی یگان صحبت میشود میگه نه نمیشود 18 عدد اومده بچه لا اله الا الله نمیدوند باور که در نکاح مولا مجبورش میکنن جان داده جان نکرد همین لا اله الا گو که نکاح نیست باشم چون که لا اله الا نگن مسلمان نمیشود کسی که مسلمان نیست و این نکاح نیست نکاح برای کی است لا اله الا الله محمد رسول الله یکم میدونستگی پیغمبر یعنی برحق میدونستگی کتاب و جنت و دوزخ باور میکنی ما مجبورش میکنیم جان داده اگه همچی که هم باشه یک ساعت مسلمان شود بدی وای چی یک با بدی وای بد چی میروی بدی وای ای مس میروید ای دانا میروید امروز یک بینی حکومت میاد کن شما جوانای چی نگیرن صحت باشد سلامت باشد انشاءالله خدا خواهد من برای شما یک حکایت حضرت عمر را میگم دوره های حضرت عمر بود امروز در دنیا شکایت دارن از خدا بترس ولی پیش محکمه سعودی شکایت میکنه بچه ها دختران یک موسفید میگه زد بچهش چهرش کشیدگی کفیدگی نزد حضرت عمر کشید عمر عادل الحمدلله 125 دولت نه پرزیدنتی کردگی است 125 دولت که از سیاستش حتی گرگ ها میترسیدن از سیاستی همون یعنی عمر گرگ ها میترسیدن اومد میگه پیش حضرت عمر گفت که منم بچه‌مو آوردم که آقش کنم چه گفت بابا جان برای چی تی بچه آق میکنی همه بچه هم هیچ گفت من نمیکنم من از زد امروز چهره مکفون خلاص کامال ما گفتیم گفت بعد همین حقی پدر مادر گفت که گفت خیلی گفت بای عمر جان گفت خب این قدر حق بده است حقی ما بالایی یعنی پدرم هست نیست گفت که هست بچه جان یک نامبر که گفت یکم گفت در دنیا وقتی که بچه میآید یعنی از جای خوب گفت خاندار شدن میبخشی گفت همه زنی من مادری من گفت یعنی بینکاه هست بینکاه گفت مادر ما گرفتگی است گفت دویم گفت نام نیک موندن من گفت در دنیا اومدم گفت نام من گفت جوال یک کنگوز سیاه در دنیخ یعنی آخلاتا میگردد من از نامم گفت در پیش جورام ناموس بکنم سیم چی گفت خط نکردن چهارم علم آموختن والله گفت یگان تشه نکرد است پدرم گفت چی است قیمارباز است عرخر است گفت مادرم به نکاح است گفت من به نکاح با دنیا آمدم گفت گشت نگه حضرت بای عمر گفت که تو آخشیده ای گفت بچت نه بترسی از خدا دو طرفین آخشیدم دست رسول که دو طرفین آخشیدن صحابان را اعلان کرد صحابان یا رسول الله ما یک طرف چه میدونستیم اگر بچه و دختر خدمت پدر مادرش نکند آق میشد لیکن باخشن کسی که گفت همین خدمت هایی که فرمانه که اسلام مونده است نکند ویم آق شده است عزیزی من از آق شدن بترس انشاءالله خلاقت چون که فرزند نخستین معلمش کی است من و شما هستیم 7 سال زیر دستی ما شما تربیت میگرد یا نمی 7 ساله شد مکتب میرد از با مکتب ما معلم ها با شکایت میکنیم یک روز در یک جای یک معلم شکایت دارد بچه‌اش یک شپلا زده است پدر از همین جب رفته است ای معلم تو آری بچه من شلفه نپوشنده تو آری گلاسوک نبندنه این سفر میکشمت او بچه که چی افتریته تک وجه پیش شرکوش نه پدر ای کریشه خدا خواهد انشاءالله مواد ویشه اگر چکارش میکنم میارم بشپونمش
بعد او بچه تو چی بشه کن نوزکش اینجا در مکتب تلفن باز نه رنگ باز نمیخونه چوکی پیشت نهای آدم انا فرزندی بد میشود معلم میگه آمد بسرم تواری شلپه نپوشه نه تواری انشاءالله خدا خواهد گلستوک نبنده نه بینید عزیزانی من امروز فرزندکای ما تا چه اندازه انشاءالله خدا خواهد ما و شما ظلم داریم نه برای یک شپلاق زنش من دارای شوروی اینجا موی سفیدا هستن باور میکنن ما اگر یک خطا میکنیم خانه میمدیم با پدر یک شپلاق میزد که تو عیبت نباشد معلم نمیزند بچه عیبت نباشد تو را جزا نمیداد ممکن دریزش کردی ممکن حقارت کردی ممکن تو پلنگ کردی بعد ما چی میگفتیم ای طرف جزا از این طرف جزا راست میرفتیم بعد امروز خدا خواهد جزا که یک طرفش دست است چیش دست است امروز فرزندکا انشاءالله چی همه کار دارن همه چیز دارن انشاءالله خدا خواهد عزیزانی من نکنه این کار خدا خواهد انشاءالله بچه هاتون خدا خواهد تربیه خوب کنین از همین گهواره سر کرده انشاءالله خدا خواهد شب و روز کنترلش کن به کنترل نمی شود همین من خود اگر بگم پدر من در کودکی می زدن هر شب بعد نماز شام در خانه ما درس علمی می شد ما 7 نفر هستیم 7 نفر هر روز بعد این نماز شام از الهم تا سوره علم ترکه و پدر بلند میگفت ما اجرا میخوندیم نخواهی گفت مردی میزدن میگفتن حالی پدر بچه من در نظرت گنده میتابم نه که بعد کلان شیخ خرسند میشه انشاءالله امروز آبروی کی بوده است پدر خدا رحمت که باشد رفتن از دنیا یکی انشاءالله خدا خواهد آبروی که خودمان انشاءالله نقشیدن برای خود شیدیم گنده شیم برای خود میشیم نرزی گنده ازش که جدا نمیشود نیکی خوب شود چه فرزند انشاءالله فخر کرده میگردی یکان ملکه رو اگر یک بچه نشناسن و نامش گیرن یک بار چی میگینی میگو اوه بچه موضوع بدست کو نیکی نامی بچه گیرن چی اوه میگو سرخم میشه انشاءالله خدا خواهد برای انشاءالله بیاین انشاءالله فرزندکا رو تربیه های زور کنیم تربیه های خدا خواهد انشاءالله تعلیمات زورش بدیم انشاءالله خدا خواهد تا اینکه انشاءالله در این دنیا هم در اون دنیا هم سربلند شود انشاءالله خدا خواهد حتی در این دنیا در پیش الله هم فقط دعوا نکند سختترین عذاب گفت پیغمبر علیه السلام به همان مرد است که گفت اهل خاندانش به علم و معرفت میموند علم نمیتید معرفت نمیتید تربیت نمیکند از ظالمان سختترینی عذاب خدا بالات گرفتار میکند حتی زنت انشاءالله دعوا میکند روز قیامت مرد که زنی که خدا خواهد نماز نمیخونه عبادت نکند روز قیامت خدا محکمه سودیش نه در یعنی منبری آتشین در جاش میکرد زن نگفت که خدا تو را رسوا کند که در دنیا چرا ما نگفتی میرفتی تو مسجد پیش داملای میشیشتی امر معروف گوش میکردی برای چی یک بار ما را نگفتی برای ما چی ما نفهموندی عزیزانی من چون که زن شما برای ما عورت است ما نمیتونیم بدن شما شده هم صحبت شویم شما اکنین مریضه ها را شنیدین می انشاءالله امشب از اکن بعد این هیچ نباشد یک وقت یک جایه میشین که انشاءالله خدا خواهد یا نماز شام دست یا که اوژن دست یا که زفتری است یک جایه میشین که همین صحبت ها را کنین انشاءالله خدا خواهد همین گپا را و را فهمونین بیچاره زنها مسجد نروند نماز جمعه نروند نماز عید نروند کجا شنوند گویا چی کجا شنوند که ویها این خیل کارا بدست و این خیل وظیفه ها بدست نمیشنوند ولی همین شما واجب است که هر یکی شما این سخنها را چکا کنید رسونش خدا خواهد انشاءالله این سخنها را فهمونین شو روز از روز انشاءالله خدا خواهد و یا بشوند روز از روز جامعه خوب میشود در جامعه اگر علمدار و انشاءالله خدا خواهد یعنی علمدار باشد در جامعه آدمای خوب باشد این جامعه روز به روز رنگ دیگر میگیرد زندگیش انشاءالله خوب میشود انشاءالله خدا خواهد نکنین چی ما و شما زندگی همو پس میرود یعنی آبرو همو پس میشود خدا خواهد انشاءالله از چی؟ از بد اخلاقی از بد اخلاقی از بد رفتاری محمد علیه السلام بین در دنیا افتریتیت آدم است این بهترین انسانی خوب انسانی وی چی است
الحمدلله محمد صلی الله علیه و سلم است. برای چی؟ برای خلقی خوبش، رفتار انشاءالله، گفتار و معامله خوبش پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی شد؟ انشاءالله خداخواد در جهان مشهور شد. از چی؟ معاملش، از رفتار و گفتار و آداب خوبش. عزیزان من، بهترین با نعمت آداب است. پیغمبر گفتن بچه هاتون از بهترین چیز از آداب دیده. امام بخاری حدیث است چیزی خوب نمیتید نگد پدر، دایم انشاءالله آدابشون زور کنید. من پیغمبر سلام سوال دادن که شما ای محمد همین قدر آداب از کجا یاد گرفتی؟ گفتن ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، من خدام ادب داد و ادب بهترین داد انشاءالله خدا خواهد. ببینید در کوچه ها میگشتن آدما از لفظ شیرین سخنی خوبش مزه میکردن انشاءالله خدا خواهد. افقات هم شده است عزیزان من انشاءالله، بعضیا خیستن حرکت دارن انشاءالله مرحمت افقاتمون انشاءالله صحبت به پایان میرسانیم. الله سبحانه و تعالی انشاءالله مناسبینت با روزهای خوب، روزهای نیک انشاءالله و شما عزیزان هم صحبت میشیم. چقدر سخن کنیم سخن کم است انشاءالله. دلنشینشون سخنم تا تو قبولش کرده، آره آره میگد سخنی اش نشانه دارد. انشاءالله خدا خواهد باز یک روزهای خوب، باز یک انشاءالله محفلهای خوب نه و شما عزیزان هم صحبت میشیم انشاءالله. خدا خواهد دائم در دعا باشیم عزیزان من. پیامبر اسلام حدیث است که کدام محفلی که شما میایه داماد عروس باشد دعا کنه بارک الله لک و بارک علیک و جمعکما فی الخیر، گفتگی دعا را کنه. گفت خدا عمر شما در برکتیه، یعنی شما در برکتیه و شما را بهترین یعنی عائله کنه. گفتگی دعا هممون کنیم ان شاء الله خدا خواهد. که به یک نیت اومدیم یعنی چی؟ نیتی خوبی است عروس یا و ان شاء الله خدا خواهد. برای همین البته ما هم دعا میکنیم الله بین این دو نوجوان محبت پیدا نماید ان شاء الله، محبت حقیقی صمیمی. می محمد علیه السلام که بیان 13 زن شو یک جا محبت زور بستن عزیزان من که یک دقیقه انشاءالله جدا شدن نمیخواستن، همین محبت بین این دو نوجوان خدا پیدا کند و در آینده فرزندهای صالح و صالحه اگر عمر باقی باشد سال دیگر در همین خاندان آواز کودک جرنگاس ندو و در حقیقتش با ما و شما عزیزان اشتراک کرده هم صحبت شده نه الله متعال اله برساند و خرسندی ها و شادی ها همیشه خدا خواهد انشاءالله چی ما و شما انشاءالله مجسم باشد. چی مقصد داریم چی آرزوها داریم عزیزان من، الله سبحانه و تعالی با فضل و کرمش برآورده خیر بگرداند. گذشتگان این خاندان طریق رحمت شایسته جنت، قبرهاشون پرنور، آخرشون اله آباد بگرداند. و آن برادری که هر روز دعا میکنن مسافرها در حق ما دعا کنین، می مسافرهایی که در سفر هستند عزیزان من سفرهای با برار صحت برده از خداوند سلامت با کیسه های پرباروی های سرخ و نزد خاندان نزد پدر و مادر نزد وطن عزیز برگشتنش الله سزاوار بگرداند. بیماران را شفای کامل تید، قصدارا را الله خودش خداوند نجات تید، به فرزندهای صالح و صالح کرامت نماید. به بختای علی اسلام چه جوان پسر و دختر است خداوند بختاش الاک شاده بگرداند و در تمام دنیا تینجی آرامی خاطر جمینه خداوند انشاءالله برقرار بدارد. و رئیس جمهورم خداوند عمر دراز تید، الله رزقی فراخ تید تا رئیس ناحیه بار میکنین هر روز غمی ما و شما را میخرند. از پی انشاءالله خدا خواهد زندگی بهبردنش است خداوند در سر کوشش آنها اله برکاتتان نمایی. این جمهوری ما و شما را مثل جمهوری پریخ داشتنش را الله اله نصیبه بدارد. خداوند از همین ناز و نعمت ها ما را جدا مگرداند عزیزان من. امروز یعنی نعمت به درجه عالی است عزیزان، به طفیل استقلالیت شد، به طفیل آزادی این قدر چه در دین و چه در دنیا خدا نعمتی بسیار داد اله تا قیامت پایدار بدارد. اللهم افتح بیننا و بین قومنا بالحق انت خیر الفاتحین و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.